خدای شکرت که در خانه هستم نه در بیمارستان. خدای شکرت که روی مبل نشستم نه در بستر بیماری. خدای شکرت که راحت نفس میکشم نه با مشقت و درد. خدای شکرت که طعم غذاها رو میچشم و لذت میبرم نه اینکه با سرم تزریقم کنم. خدای شکرت که اگرچه دلتنگ هستم ولی به لطفت امیدوارم. خدای شکرت که صدا و تصویر عزیزانم رو میتونم از راه دور ببینم و بشنوم. خدای شکرت که بهار و تابستون رو دیدم و پایان عمرم نبود. و خدای شکرت که خورشید با مهر و بی‌منت بر سر ما میتابد. و خدای شکرت که امروز قدر همه داشته‌هایم را فهمیدم و بیشتر از همیشه شکرگزار تو هستم. خدای مهربانم، زنده ها را شکر و صبوری، رفتگان را رحمت، بیماران را سلامت، ناامیدان را بشارت ببخشای از فضل و کرمت. آمین یا رب. خدایا قربون نعمت و برکتت، ممنون بابت هر چیزی که دادی و ندادی. با بنده هات که پولدار نیستیم یاد گرفتیم قید یه سری چیزا رو بزنیم، ولی قطع به یقین تو هر دری رو که ببندی خودت یه در دیگر رو باز می‌کنی. تو خودت هر دری رو که صلاح می‌دونی برام